گذرگاه ترخم برای بازگشت مهاجران اخراج شده از پاکستان بازگشایی می شود. دفتر مطبوعاتی مرزبانان امارات اسلامی در ترخم اعلام کرده که گذرگاه ترخم امروز شنبه 10 اقرب تنها برای بازگشت مهاجران اخراج شده از پاکستان بازگشایی خواهد شد. به گفته امارات اسلامی، مهاجران اخراج شده به طور موقت در یک کمپ در منطقه جمرود در ایالت خیبر پختونخوا اسکان یافته‌اند. گفته این کمپ هیچ گونه خدماتی ارائه نمی کند و مهاجران با وضعیت نامناسب بهداشتی دست و پنجه نرم می کنند. این در حالی است که پاکستان گذرگاه های ترخم و اسپین بولدک را مسدود کرده و مهاجران در آن سوی مرز گیر مانده اند. پس از افزایش تنش‌ها میان امارات اسلامی و پاکستان، روند اخراج مهاجران از سوی اسلام آباد شدت یافته است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارات اسلامی، در گفتگو با خیبر نیوز پاکستان گفت مهاجرانی که از پاکستان به افغانستان آمده‌اند افراد عام و غیر مسلحند و هیچ گونه تهدیدی برای دیگر کشورها ایجاد نمی کند. امارات اسلامی از اعضای TTP در خاک افغانستان اجازه نمی دهد.